اینو میبینین؟ یه تیکه شیشه است، ولی به قدری محکمه که اگه با تیر بزنی به جای اینکه شیشه بشکنه تیر میشکنه. اگه بذاری زیر پرس فشارش بدی پرس له میشه به جای اینکه این له بشه. میبینید چقدر محکمه؟ این شیشه عادیه، فقط شیشه‌ایه که ذوبش کردن و قطره شیشه رو انداختن تو آب. خنک شدن سریع این قطره شیشه باعث میشه ساختاری از شیشه تشکیل بشه که نشکنه و این اطاف هم داشته باشه. این قطره شیشه خیلی هم معروفه و بهش میگن قطره شاهزاده روپرت، چون برای اولین بار در قرن 17 در کشور هلند ساخته شده. اون موقع نمیتونستن بفهمن که چرا این شیشه اینقدر محکمه، اما امروزه میدونن سرد شدن این قطره ساختارش رو به شدت محکم میکنه. ولی دم این شیشه چشم اسفندیارشه. دمشو اگه یه کمی با یه سیمچین فشار بدی خیلی سفت و شکستنیه و شکستنش باعث میشه کل قطره بشکنه.